رحمت مهنتو که من میدونم من بفهمم بسیارش نمیفهمم و هرچی میگن نگو که وطن برای تو چی کار کرده. تو بگو که تو برای وطن چی کار کردگی. مثلا غربی کلمبیا انا ای پومیر ای گوجه باشم با همون توجیه ملت. احمد شاه مسعود یک تاجیک بود از دهبید سمرقند و افتخار میکرد که تاجیک بود. من افتخار میکنم که از نسل احمد شاه مسعود حبیب الله کلکانی هستم. یک چیز مرا بسیار رنج میده، یک تعداد تاجیکا فراموش کردن که در خراسان در او طرف دریای آمو 25 میلیون تاجیک دارن و ما را افغان میگن. ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم. دختر تاجیک پول نداره. ملت های دیگه میگه تو بیا همراه من خواب شو، همراه من ادب در میان سکس کو، همراه من خواب شو سکس کو، ما برای تو پول میتام. یکی از دوستای تاجیک ما از روسیه براتون کمک کرده دیگه. اگر چیزی گفتنی داشته باشین میگم نسترن که چیکار کرد؟ برای مردم توجه خدمت کردی قدر رحمت کرد. یعنی اگر خدمت اساسی را خود فقط گروه فقط بچه‌ها کردی. دیگه من چند مرتبه گفتگو بدم تا یا دیگه میگم که مثلا دیگه همین حس و تندرستی من پاتریوتیسم ما انا تو بدورتر کردی همین چیزا که ما گفتگیم دست نمیگه. خیلی جدا این خشید بویا جدا با تو چند کسی دیگر را انشالله خیر بدور میکنیم وطن دوستی شد پاتریوتیسم شد با دیگه برادران خیلی با همه خیلی سرجم بشیم ایشون ابروی ملت بشیم. بسیار راحت کردم هم دخترای کو یا دختر وقتی واسه در به حق همون ویدیو را مو ریال نشدی دادم همیوز نتیجه شدیدم به حق خرسان شدیم دا همین واشم که جنوبی ولی قدر کرد مقصد قدر وای کرد خونه اش داد بیغر زی مسئله خوندن شد دستگیری که همون مردک بچه اجداد نداشت که هم خیلی چیزا یک که میشه برکت در چه که برکت در همه که وطن خودشا گفت خودش که نه پرتوف نگرفت مردم خودشا نه پرتوف دختر بود دو کاسه ایسود دوخ قطی مقصد دیگر چه ایتاجی دختر سپارسمن یا ملیسا هم خیلی اگر یا خودت یا مو هم خیلی اگر وطن دوست بداریم در کانسا بستیم گفتی او آدمو لامانو چنک نیم دانی میره کو نه پرتویم دانی میره نگرزیم فقط ویگدی خودمون نگیم برکت هم زور میشوده یکی نیاجی فایروت میکنن یا که هم خیلی ناز میشوده نگو که وطن برای تو چی کار کرده. تو بگو که تو برای وطن چی کار کردگی. نه مردی رحمت برای دستگیریات با خدا مینداریم دا خاندو تابزا خدمت بکنیم مهنت بکنیم رحمت مهنتو که من میدونم من بفهمم بسیارش نمیفهمم و هرچی میگن دستوینیو فهمم انا بس بگم که آخران باشی در میان شهران باش یکم باشی در باید شهران چی در باش. نه فهم ما لکه وقتی خودم وای نمیکنیم اوه نمی با تو ایدا نمی مهمان داد خطیب دادی تو میشم نمی شد که تمام با شد تمام تو فراد بزنم ایتانات لکه ایتانی ما هم بزن نه این اکا سلام علیکم سلام از یک کتنجی این از اکا آباد باشین اکاد لیر آباد باشین آباد باشین پانوت بخدو خدا حافظ اکا معلش مالی برادرو پانوتم بخدو مردی که در یک گروه نهایت فایترهای بقوت تاجیک رو در یک جا جمع کرده رجب علی بیانوف در حتی درباره این یک فیلمی کامل هم کردیم зарождение ММА в Таджикистане и вклад Байонов в тим в его развитие нихуя фильм изур кардагим хатиш ана кия добавить к прямой эфир Хуршед мегу хуну хурди та дастарат шапка мунди арақ карда будем берем бурмам ки бинем ахкам шед тем шапка чара партоим я кор хариб варде меора санҷида истемш барои мардуми хизмон барои мардуми русо машаллах тоҷики иншаллоҳ меҳнат кесем я қариб шувардем ана насиб боша рӯзои қарибида инаиҷа ина ҷой барои шиштам ранги хонаи бобо машаллах уҷо
вообще мощный рекламай ҷои ту. Эфири дар кадом бора якаш? Эфир просто мехотрам ану ки як тоҷикора бинум қай тоҷико гап зад. Саломат бошӣ, саломат. Мо амоз ями як чанд минут пеш ана як суруди Афзалшо Шодиро гӯш кардем. Шеър ба фикрам шеъри хайрандеш боша, ки боша. Мега шеъри бешаи худро мега баста бар сагон диҳанд. Ана ба ҷои шеъри худшо мега рӯбоҳоро мега шеър меган. Вақте ки мега дӯст пешшон меояд, мақсад гапҳои қабеҳ меган пеш мекунанд, вақте ки душман пеш биёяд дастшон пеши бар мешаванд. Ана хайбо дар давомаш мега ки дар фарҳанги иё мега ҳамин нафарое ки ҳамаи миллат безоро мисол хушма чӣ мегиранд. Дар фарҳанги иё мега турктозӣ кардагия мега. Барои ҳамин ино дигар мешинанд баъду гапҳои дигар. Барои ҳамон фарҳанги мо бояд зинда бошад, ҳама вақт фарҳанги мо зинда. Бачаҳое ки мисол кӯдакош намехоҳанд дарсҳои забони тоҷикӣ битиҳанд дар Москва, ана меоянд ҳаминҷа кунҷа ҷо мекунем. Устоде ки забони тоҷикиро бигем дар сатҳи олӣ медонад. Якта видео кардан дар кор бо устод, ягон касе ки савол як кто такие таджики гӯя, мисоли гап савол да ҷавоб дода тонад. Мо тоҷико кием бояд ҷавоб шуда тонада. Мисоли гап ки бисёри тоҷикои хуб мо медонем ба дигар миллато худшона тоҷик намегӯянд, дигар миллат мегӯянд ки тоҷик чӣ хел миллати бузург аст, чӣ хел таърих дорад, чӣ хел тамаддун дорад. Мисоли гап ҳамин чиза намедонанд. Уеш ки он нафаре ки хича тоҷик намега дигар ягон ҳолатҳои шӯхӣ боша, ягон масъалаҳое бигем ки ягон кори ганда кардааста боша, дигар миллат бига хай чӣ гап. Вале ки онош ки серьёзно дигар миллат мегӯянд ва дигар чӣ фахр мекунанд, او کنتیا گفتی که پای غرمیو که میبخشید فیلم حقارت کردم آدم نیست این حقارت تو که در تاریخ میداره در فیلم یکم آدم که حقارت کرده ده خط فهمیدی که رو گفتم دیگه اون یگان چیزی نمیشه. وقتی که در پشت دیگه ملتی که ای چند صد ملتو این ملت دنیا میشناسه، این ملت هم میدونه یکی در قطار ملت‌های بهترینه. همه انسانه همه مثال گپ داره، لیکن وقتی که ملتی که ادبیات داره، ملتی که تاریخ داره، ملتی که شاهنامه داره، که شاهنامه‌ای که در دنیا به مثل شاهنامه دیگر کتابا کمه، خیلی کتابایی که غیر دینی میگیم پس از قرآن و دیگر مثال کتابای دینی نه، غیر دینی کتابای تاریخی که مثال داریم، این قدر مثال چیزای بزرگی که داریم. همین الجبر البرونی هم بیکارای همین بیکارای کیمیایی مثال عمر خیام بسیار چیزایی که در زمان امروز پیدا شدن نمیشدن. مثال اونا هم اولی همی کارا بودن. امروز ما باید بسیارتر حرکت کنیم با جای این گپای فیشق و فجور نقلایی که میبرن کوزی هم بسیار دیگه نقل کنه گفته گپا انا دیگر نیم چملا و با نیم چه بلاگر دیگر باید بشینیم، ما باید بخونیم حرکت کنیم در بیزنس پیشروی کنیم. امروز شکر خدا بهترین هستند، بهترین جوانا پیشرفته هستند. انا دیگه احمق با غرمی‌ها را گفتیم، میگم نه گفتی غرمی‌ها قطعی گفتم. او خیال که کی ما غرمی‌ها را گفتیم، نه شریقا غرمی‌ها را یک کسی گفتم میزنم میکشه شد. ما توجیکا هم یکیم خورشید. اول فقط غرمی‌ها کلوبیای انا ای پومیر ای گوجه باشه ما همون توجیک ملتیم، توجیکستان پیش مردم توجیکستان پیش. ایگا پس 100% یا 150% توریه. ما هم وقت میگیم که توجیکای بلخ، توجیکای انا خراسان، توجیکای بخارا، توجیکای کل دنیا همش برای ما توجیکن و کل انسان‌ها برای کل انسان‌ها انسانن. ما هم انسانیم، لیکن مسائل ملی در وقتی گپ میره ما در مسائل ملی صحبت میکنیم. تاجیکستان و تاجیکستان همیشه با پیش ان شاء الله که انا این مسائلی که مثال گفتیم محل پالی جگه شوخی در مثال بده، این محل نیست عموما. انا ما راستی گپ بدونم اگه جای تاجیکستان همه جای تاجیکان جای تاجیکان انا ان شاء الله که همراه ما اینجا بچه‌ها ای پنشیر اومدن، ای پروان اومدن، ختم بشناس با امیر روز یک گروه همینجا میخوندن در لینگویستیکا ای پرایرای خورشید خیلی پناه به خدا با حال افیر میکنم دبایت میکنم علی برات گپ نشه. خب پناه بخ یک کسی دیگه را دبایت میکنم اونجا نیکنیمی تاجیکم من
امروز پرزیدنت در برای پرزیدنت امروز درواز رفت نهایت ویدیو بقوت بده همی. برادر سلام عزیز علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز من فارسی صحبت میکنم، از تاجیکای خراسان هستم. اگر اجازه بدین برادر صحبت کنیم یک چند دقیقه. در جای هستی که قوای برق نیست و متر نمیبینی. یک لحظه مرا اجازه بدین. حال درست شد. ماشاءالله. عالی جناب شد. نهایت عالی جناب شد. سلام علیکم دوستی عزیز. سلامت باشین. من میخوایم برادر عزیز میخوایم از تاجیکای خراسان هستم. افتخار میکنم تاجیک هستم. میخوایم با یک شعرش لایق شیرالی صحبت‌های خود شروع کنم. ماشاءالله. شیرالی میگه گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانی است مخاطب نه منم، تاجیکم در وطن خیش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. برادر عزیز من از تاجیکای خراسان هستم و افتخار میکنم که از یک مادر تاجیک به دنیا آمده و وقتی تاجیکای خود در هر گوشه دنیا میبینم افتخار میکنم و گریه میگیرم مرا که ما یک ملت بزرگ، یک ملت پر افتخار، یک ملت با عزت، یک ملتی که در دنیا کم ملت هاست که تاریخ ساختن و اون ملت تاجیک است. یکی از اون ملت ها ملت تاجیک ملتی است که دنیای غرب، دنیای مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آمریکا، جهانی که امروز اینقدر پیشرفت کرده، تاجیکا به این کشورها کمک کردن. این کشورها را از تاریکی، از بدبختی، از مشکلات، از همه بدبختی نجات دادن. اما امروز یک تعداد تاجیکا شرم دارن که بگن تاجیک هستن. من میگم افتخار میکنم که تاجیک هستم. اگر 100 بار دیگه من بمیرم به دنیا بیایم به خداوند میگم یا خدایا مرا تاجیک به دنیا بیار. من میخوایم تاجیک باشم. من میخوایم از نسل ابن سینا باشم. من میخوایم از نسل عمر خیام باشم. من میخوایم از نسل مولانای بزرگ باشم. مولانایی که بدون اسلحه، بدون جنگ تمام دنیا را فتح کرد. مولانایی که اگر مثنویشه، اگر کتابشه شما بخوانین شما انسان میشین. من افتخار میکنم که من از نسل کوروش بزرگ هستم. من افتخار میکنم که از نسل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم که 70% مسلمانای دنیا در مذهبش هستن. من افتخار میکنم که از نسل احمد شاه مسعود حبیب الله کلکانی هستم. برادر عزیز یک چیز مرا بسیار رنج میده. یک تعداد تاجیکا فراموش کردن که در خراسان در اون طرف دریای آمو 25 میلیون تاجیک دارند و ما را افغان میگن. ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم. ما را افغان نگوین برادرای تاجیک، ما را افغان نگین، ما را بیگانه نگین. ما برادرای شما هستیم. ما یک خانواده هستیم. ما یک ملت بزرگ هستیم. تاجیکای سمرقند، تاجیکای پاکستان، شما میدانید که امروز در پاکستان 12 میلیون تاجیک است. 12 میلیون تاجیک است. 25 میلیون تاجیک در خراسان است. امروز تاجیکای خراسان بسیار مشکل دارند. شما باید صدای ما را بلند کنین. شما باید با ما دوست شوین. شما باید ما را بشناسین. شما باید برادرایتان را پیدا کنین. من یک شعر دیگر اگر اجازه تان باشه برادر عزیز، یک شعر دیگر سمیرا میخوانم به اجازه تان. در گذشته در تاریخ تاجیکا در خراسان بزرگ یک تاجیک خراسانی برای پادشاه روم قدیم نامه فرستاد. پادشاه روم مسخره کرد، خندید به نامه تاجیک. گفت تو تاجیک تو میخوای که برای من نامه بفرستی؟ تو چطور جرأت کردی؟ تو مرد نیستی، تو غیرت نداری. این پادشاه تاجیک یک نامه دیگه فرستاد اما شعر نوشت. من شعرشو به شما میخوانم. تاجیک می نویسه در نامه به پادشاه روم، میگه چو خورشید سعادت نمایان شود. چو خورشید سعادت نمایان شود، یعنی مثل آفتاب. بزرگی ما برای شما معلوم میشه مثل آفتاب که تاجیکا کی هستن. ستاره ز پیشش گریزان شود. از روشنی ما، از قدرت ما ستاره ها در آسمان فرار میکنن. ما تاجیک هستم. میگه عقاب شکاری نترسد ز بوم. میگه عقاب از بوم، از دیگه پرنده ترس نداره. شاهین از دیگه پرنده ترس نداره. ما تاجیک هستم. دو مرد خراسان 200 مرد روم. میگه 2 مرد تاجیک 200 مرد روم را بس است. 200 مرد روم نمیتونه در مقابل 2 تاجیک استاد شود. و در آخر میگه اگر دست یزدان دهد
رونقم اگر خداوند میگه برای من کمک کنه، بس اسکندریه زنم، بیرقم میگه بیرق پرچم خدا به اسکندریه میزنم، به مرکز روم میزنم. ای بود ملت تاجیک، ای است ملت تاجیک، ای است عزت تاجیک. امروز شما افتخار کنین که تاجیک هستین، شما به سر بلند بگین که تاجیک هستین، شما از نسل عمر خیام هستین، شما از نسل امام ابو حنیفه هستین، شما از نسل رودکی و عمر خیام هستین، شما از نسل ابن سینا هستین، محمد الخوارزمی هستین، بزرگترین محدث جهان محمد البخاری، شما از نسل از او هستین، شما از نسل بزرگترین شاعر دنیا هستین، فردوسی بزرگ. شما باور کنین برادر عزیز، اگر تاریخ و تمدن تاجیکا را هر ملت دیگه آوازتون خسته نشود. برادر عزیز نام شما چی است؟ من برادر عزیز اسلام صدیقی هستم، در فیسبوک به نام اسلام صدیقی، و بسیار علاقمند هستم که تاجیکای خود بشناسم، با تاجیکای تاجیکستان، با تاجیکای سمرقند، با تاجیکای روسیه، با تاجیکای تمام دنیا. من تو رو دوستی عزیز نمیگم برای آنکه تو برادری من هستی، برای چی که اون تاجیکانی که از اون طرف دریا هستن آنها هم برادرای ما هستن. من میدونم که در جهان زیاده از 5 میلیون تاجیک است. برای همین ما تاجیکا همه وقت باید یک جا باشیم، یک دل باشیم، دست یکدیگر رو گیریم. با فکرم دیدی افیری ما را با همه تاجیکا ما حرکت میکنیم که نگوان که ما غربی هستیم، نگوان که ما کلوبی هستیم، ما همه تاجیکیم. فردوسی بزرگ میگه هر کی نامخت از گذشت روزگار، هر کی نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. اگر کسی میگه از تاریخ، از گذشته خود یک درس نگرفت، نفهمید، یاد نگرفت، او را هیچ کسی، هیچ استاد، هیچ کسی دیگه او را یاد داده نمیتونه. ملت تاجیک اگر بگم من از دوشنبه هستم، من خوجندی هستم، من از غرم هستم، من از پنجشیر هستم، من از بلخ هستم، من از کابل هستم، من از مزار هستم، من از ایج هستم، من از ایج هستم، ما ضعیف هستیم. ما یک ملت بزرگ هستیم. ملت تاجیک اگر از مادر تاجیک به دنیا آمدی، زبان فارسی، زبان پارسی صحبت میکنی، زبان فردوسی صحبت میکنی و تاجیک هستی. تاجیک هستی. سعیست از دوشنبه باش، از خوجند باش، از کولاب باش، اما ملتت مهم است. ملت تاجیک، ما یک ملت بزرگ هستیم، سربلند، با افتخار، با عزت. همیشه باید افتخار کنیم که ما تاجیک هستیم. همیشه از کسی شرم نداشته باشیم، از کسی ترس نداشته باشیم. ما یک ملت بسیار بزرگ و با عزت هستیم. من خودم اگر 100 بار دیگه به دنیا بیایم، 100 بار بمیرم به دنیا بیایم، من میخوایم تاجیک به دنیا بیایم، میخوایم تاجیک باشم. یگان ملت دیگه نمیخوایم باشم، میخوایم تاجیک باشم. ببینین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگه اگر علم و دانش به ثریا برسه، به کائنات برسه، از خاطر ملت تاجیک است. زبان فارسی، زبان ملت تاجیک، زبان دوم اسلام است. اگر این زبان از دیگه ملت ها می بود، امروز اول قدرت جهان می بودن. اما ملت تاجیک امروز، اگر یک تاجیک پولدار میشه، تجارت میکنه، نامش بلند میشه، دیگه تاجیک میخواد او رو از بین ببره. این بسیار دردناک است، این بسیار شرم است، عیب است. ما یک ملت بسیار بزرگ هستیم، ما باید برادر باشیم، ما یک خانواده بزرگ هستیم. تاجیکا خانواده هستن، مثل خواهر و برادر هستن. اما انشالله ما یک ملت میشیم، ما قوی میشیم، ملت تاجیک دوباره حرکت میکنه انشالله برادر عزیز. و از خودت من تشکری میکنم که خودت مرا به صفت یک برادر تاجیک وقت دادی و اجازه دادی صحبت کنم. تشکر بسیار زیاد برادر عزیز. رحمت خدا. برادر عزیزم متاسفانه میدونی همین حاضر در مسکو من طول وقتی کرانتین بود، طول 2 ماه، طول 3 ماه ما با همه با آدمایی که نیازمندی آذوقه‌واری خوراکواری بودن با اونها تقسیم کردیم خوراکواری رو و نهایت در یک گروه 10 پسر بچه تاجیکی در مسکو مسلمانی حقیقی هستند یک جای شدیم. همین کار را پیش بردیم. در بین ما تجارتچی هم بود، تاکسیست هم بود، دانشجوی هم بود. امروز ما یک 10 کس یکدیگر باوری سخت میکنیم. امروز در بین ما یک بچه است تاجر است، باور میکنی تاجر است، یعنی یک تاجری که بیزنسمن پولدار هم نیست، در یک بازار صدوات میگن، در بازار سودا میکنه. باور میکنی که تاجری که ما امروز اومده بر سر یک تاجری دیگر دول میبندد، یعنی که پول تت با ما میگه. باور میکنی سمرقند و تاجیکای سمرقند بخوران از درون تاجیکستان برزی تاجیکان هم خیلی کارها میکنن. اگر یک دو سخن تو میگفت درباره ترافیک اندیشه تو را گوش میکردیم، نهایت برای ملت تاجیک خصوصا در شهر مسکو هستند، در فدراسیون روسیه هستند، بسیار هم خوب میشد. یک حرف کوتاه براتون میگم اگر اجازه تان باشه.
اگر کسی میخواد، اگر تاجیک میگه تاجیک هستم، تاجیک بودن یعنی چی؟ تاجیک بودن این نیست که فقط تاجیک هستم. اگر تاجیک هستی با عزت باش، با غیرت باش، با شرف باش، یک تا پرست باش، خدا را دوست داشته باش، انسان را دوست داشته باش. ببینین در شعر یک تاجیک چی میگه؟ سعدی بزرگ چی میگه؟ سعدی بزرگ میگه میازار موری که دانکش است، میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. میازار موری که دانکش است. مور خو میفهمین چی است؟ مرچه یک چیز بسیار کوچک است. میگه او را آزار نتین، او را اذیت نکنین، به خاطر از اینکه او هم زنده است، او هم جان داره و جان شیرین خوش است. هر کس خوش داره زنده باشه. و چی میگه؟ میگه سیاه اندرون باشد و سنگدل، که خواهد که مور شود تنگدل. هر کسی که میخواهد یک مرچه را، یک مور را آزار بده، اذیت کنه، او دلش قلبش سنگ است، از آهن ساخته شده، انسان نیسته، انسان خوب نیست. ما یک ملتی هستیم که همیشه باید سر بلند باشیم. ما همیشه، تاجیکا همیشه در طول تاریخ هزارها سال پیش یک تا پرست بودن، خدا پرست بودن. تاجیکا انسانای خوب بودن. شما برین ببینین کوروش بزرگ در کتاب خود، در نوشته های خود چی نوشته؟ کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. ما همیشه از انسانیت صحبت کردیم. تاجیک بودن یک عزت است، تاجیک بودن یک شرف است، تاجیک بودن افتخار است. شما اگر تاجیک هستین، شما باید زبانتان بلد شوین، تاریختان بفهمین که شما چرا تاجیک هستین. تاجیک بودن بنام نیست. تاجیک بودن باید بفهمین که چرا تاجیک هستین. بعد از او شما افتخار میکنین که تاجیک هستین. من خواهش میکنم از تاجیکای تمام دنیا، از تاجیکای تاجیکستان عزیز، شما دل جانم هستین، شما برادرایم هستین. من تمام تاجیکای تاجیکستان دوست دارم. تاجیکای سمرقند و بخارا رو دوست دارم. تاجیکای پاکستان، ایران، خراسان، در تمام دنیا هر جایی که تاجیک باشه من نوکرش هستم. من رئیس تاجیک نیستم، من نوکر تاجیک هستم. هر تاجیک باید نوکر تاجیک باشه. بعد از اون ما میتونیم ملت خود کمک کنیم. اگر تاجیک بخواد که پول داشته باشه، ثروت داشته باشه، چیزی کردن نمیتونه با تاجیک. اکا اسلام بخشش نونکر چی خیلی گفتی برادر؟ من نوکر کسی که خدمتگار تاجیک است. نوکر، خدمتگار، کسی که کارگر است. اگر شما بخواین که رئیس باشین، رئیس تاجیک باشین، تاجیک به جای نمیرسه. شما باید نوکر تاجیک باشین، خدمتگار ملت تاجیک باشین، به تاجیک کار کنین، زحمت بکشین. امروز در خراسان دختر تاجیک پول نداره. وقتی میره به کسا، به ملت‌های دیگه میگه برای من پول بده، ملت‌های دیگه میگه تو بیا امرای من خواب شو، امرای من ادب در میان سکس کو، امرای من خواب شو، سکس کو، من برای تو پول میتام. در خراسان ملت تاجیک مشکل داره. در خراسان ملت تاجیک نان نداره، غذا نداره. شما باید بیدار شوین تاجیکای عزیز. تاجیکای عزیز، ما یک ملت بزرگ هستیم، ما یک ملت پر افتخار هستیم، ما یک ملت با عزت هستیم، با شرف هستیم. بیاین که دوباره یک ملت قوی شویم. دشمن اجازه ندیم که در بین ما بگن تو پامیری هستی، تو بدخشی هستی، تو خوجندی هستی، تو کولابی هستی، تو دوشنبه هستی، تو از خراسان هستی، تو از تاجیک پاکستان هستی. اگر تاجیک شد، ملت شد. یک ملت، یک خانواده بزرگ. ما 100 میلیون هستیم. ما بزرگترین ملت دنیا هستیم، بزرگترین ملت دنیا. یک تاریخ، یک زبان، یک فرهنگ. ملت تاجیک. ماشاءالله. عین حال تو را قریب کی 500 نفر تماشا کرده ایستاده است. اسلام جان، ما الکا یک مرتبه به خراسان افغانستان ما روان کردیم. یک مقدار مبلغ را با یک ماه پیش با قریب تو $1,500 آمریکایی با روان کرده بودیم. 10 عائله را دستگیری کردیم. خب دوستای عزیز، ما فعلا پول از بانک اخذ کردیم و حالا تشکری میکنیم از دوستای تاجیک ما که بر ما مساعدت کردن، پول فرستادن تا ما به فامیلای نیازمند کمک بکنیم. یکی از دوستای تاجیک ما از روسیه براتون کمک کرده. دیگه اگر چیزی گفتنی داشته باشین، اگر چیزی کدام خاص داشته باشین، از خدا به یاد خدا باشه. شما هم خیر ببینید و تشکر زیاد از کمکش. همینطور خیر ببینید، در یاد خدا باشه، ایمان خدا بتدش. من خورشید یک بچه‌ک پیش از تو در افیر دیدی او رو خورشید، با خورشید هم صحبت کردیم. ما با همون روان کرده بودیم. خدا خواهد روزهای نزدیک انا ویدیوش رو در یوتیوب کانال من پیشکشی همه شما میگردونیم ان شاء الله. نهایت گپای بهترین گفتی. هزار رحمت بر پدرت، هزار رحمت. گپای تاثیر بخش بود. با یک خبری خوب برادران،
اسلام جان وانا تو بسیار عکس های احمد شاه بزرگ رو، احمد شاه مسعود رو، قهرمان تمام تاجیکان دنیا رو در پیراهن نهایت زور کردیم. در این پیراهن ها عکس احمد شاه مسعود است. خدا خواهد ان شاء الله همین هفته خواهیم نشان دیم. بله برادر عزیز، احمد شاه مسعود قهرمان ملت تاجیک است. احمد شاه مسعود بزرگترین آرزو، بزرگترین هدفشی بود که تمام تاجیکای دنیا را یک جا بسازه، قوی بسازه. به مو خاطر به تاجیکستان کمک کرد تا تاجیکستان یک ملت شوه، یک کشور شوه، یک دولت شوه. جنگ و احمد شاه مسعود یک تاجیک بود از دهبید سمرقند و افتخار میکرد که تاجیک بود. بعضی کسا میگن احمد شاه مسعود افغان، میگن ما افغان نیستیم. افغان یعنی پشتون، ما تاجیک هستیم. تاجیک یعنی تاجدار، یعنی نسل رودکی، عمر خیام، ابن سینای بزرگ. ما افتخار میکنیم که تاجیک هستیم. تاجیک های عزیز، لطفا ما را افغان نگین، ما افغان نیستیم. یک تعداد بیرق دیگه، بیرق تاجیک های خراسان اینی است. این بیرق تاجیک های خراسان است. این بیرق ماست. این عزت ماست، شرف ماست. ماشاءالله. برادر عزیز، من سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم که شما مرا اجازه دادین صحبت کنم. من بسیار برنامه تاجیکا میرم مینویسم، میگم مرا اجازه بدین 2 دقیقه صحبت کنم. مرا بسیاری تاجیکا اجازه نمیتن صحبت کنم، اجازه نمیتن در برنامه بیایم. اما افتخار میکنم که تاجیک خود از تاجیکستان هستم و صحبت کردم. جهان سپاس و رحمت خدا بر شما برادر عزیز. رحمت کلان از رحمت اسلام جان، نهایت گپای تاثیر بخش، نهایت گپای بهترین گفتی. تاجیکا دیدن این دختر دیدن؟ بله من دیدگیم دخترک. بله در باشم خوندگی بود. تاجیک است. قمرگل نام داره. قمرگل غوری تاجیک اسمش دوجا نوشته است. قمرگل غوری تاجیک. یک شیر دختر تاجیک است. 10 طالب کشته. 10 طالب. 18 سالش است. 17 ساله. ماشاءالله. این ملت تاجیک است. این غیرت تاجیک است. این عزت تاجیک است. اما ایره یگان ملت های دیگه میخوان دزدی کنن، نمیگن تاجیک هستن. یکی میگه افغان است، یکی میگه یک جای دیگه است، یکی میگه جای دیگه است. به خاطر از اینکه ملت تاجیک امروز از ملت خود بیخبر است. بزرگترین مشکل ملت تاجیک امروز در تمام دنیا چی است؟ تاریخ خود فراموش کرده. نمیخواد تاریخ خود بفهمه که تاجیک کی بود، تاجیک در کجا بود، چند هزار سال پیش تاجیک بود. تاجیکا باختری بودن، تاجیکا سوختی بودن، تاجیکا بسیار مردمای دیگه بودن. تاجیکا بسیار یک ملت بزرگ هستند. فقط همین برادر عزیز، ان شاء الله با امید از این شب روز دعا میکنم که ملت تاجیک بیدار شود و افتخار کنه که تاجیک است. افتخار کنه از دل و جان. ماشاءالله. رحمت کلان اسلام جان، نهایت خوشحال هستم که با تو صحبت کردم. این بیگاه قریب 500 نفر ما تو را نگاه میکنه. حتما درباره این خواهر ما یک برنامه‌چه میسازیم ان شاء الله، در یوتیوب کانال خود جا میکنیم. خدا خواهد ان شاء الله. انشاءالله برادر عزیز، رحمت خدا بر شما. رحمت کلان. امی تاجیکا میگن رحمت کلان، من میگم رحمت کلان. و یک خواهش از تاجیکای تمام دنیا دارم که زبان فارسی را یاد بگیرن. شما امروز ببینین در روسیه، در دنیا، مردم وقتی زبان فارسی را میشنون، وقتی شعر مولانا را میشنون، به زبان فارسی گریه میکنن. و امروز ما تاجیکا زبان فارسی را بلد نیستیم. وقتی شما زبان فارسی را یاد بگیرین، شما اگر دانشگاه نرین، کتاب فردوسی و مولانا را بخونین، تمام هستین. شما بهترین انسان میشین، بهترین انسان. اونجا من فکر میکنم که ما با تو باید حتما باز هم روزهای دیگر وقتی بیم با هم دیگر صحبت کنیم، تا اینکه ببین که چی خیلی مردم قریب 500 نفر ما تو رو نگاه کرده و کامنت ها می نویسن که باز هم صحبت کنیم، باز هم گپ زنیم. با ما خوش میاد شما رو بشنویم، گپ زنیم. نهایت زور میشود اگر در آینده باز ما تو رو میدیدیم، نهایت خوب میشد. عکست رو خودت رو نشون میدادی، بهترین میشد برادر عزیز. همین مشکل عکس گفتین، من یک مشکل به تمام تاجیکا میگم، چون من یگان کارهای دیگه میکنم، برای من کمی مشکل است عکس خود نشان بدم. و ان شاء الله که من فکر کنم صدای ما اگر تاجیکانه باشه کافی است. اما من همیشه نوکر ملت تاجیک هستم، خدمتگار ملت تاجیک هستم و تا که زنده باشم برای تاجیک صدا بلند میکنم و افتخار میکنم که تاجیک هستم. افتخار میکنم تاجیک هستم. ماشاءالله. رحمت الله. ما هم افتخار میکنیم تاجیک هستیم. تاجیکستان ما پیش میگیم.
اون تمام با تاجیکان و تاجیکای پیش میره. دنیا به پیش، تمام تاجیکای دنیا به بله پیش. بله، رحمت کلان اسلام جان. سلامت باشین برادر عزیز. رحمت خدا بر شما. خدا خدا حافظ ناصر. رحمت خدا بر شما. خب خداحافظ. لیکن ما تاجیکا باید تاریخ خود را بدانیم، ما تاجیکا باید تمدن خود را بدانیم، ما وطن خود را دوست داریم. اسلام صدیقی فیسبوک حتما اینجا اینستاگرام شما استاینا. ما حاضر میدارم خدا خواهد تاجیکم من میدارم подписаться میکنم در اسلام در اینستاگرامش. نهایت و نهایت تاجیکی دو تاشا ما فکر میکنم هر یک تاجیکی که در یوتیوب در اینستاگرام هست باید دایی باشه подписаться کنه، عبرت گیره در همین تاجیکا. همین تاجیکا ما باید عبرت گیریم برادر. هزار رحمت برای همت که امروز ختم بدیم.